بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. به نام خداوند بخشنده مهربان. بس بزرگ و بلند مرتبه است آنکه بر بنده‌اش کتاب جدا کننده حق از باطل را نازل کرد تا هشدار دهنده‌ای برای تمام جهانیان باشد. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. همون که فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط برای اوست و هیچ فرزندی انتخاب نکرده و هیچ شریکی در فرمان روایی برای او وجود ندارد و هر چیزی را آفرید و قطعاً او را برای هدفی که برایش مشخص کرده است آماده کرد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. با وجود این مشرکان به جای او خدایانی برگزیدند که هیچ چیز نمی آفرینند و خود آفریده شدند و حتی برای خودشان نیز اختیار هیچ سود و ضرری را ندارند و به هیچ عنوان اختیار مرگ و زندگی و حیات بخشیدن به مردگان را ندارند. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. کافران گفتند این قرآن فقط دروغی است که از خود ساخته و به خدا نسبت داده است و جمعیت دیگری او را در ساختن آن یاری کردند. به راستی مرتکب ستم و دروغی بزرگ شدند. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرة واصیلا. و گفتند قرآن حاوی افسانه‌های پیشینیان است که محمد از دیگران خواسته است تا آن را برایش بنویسند و این مطالب صبح و شب بر او خوانده می شود تا حفظ کند و بر مردم بخواند. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحیما. بگو آن را کسی نازل کرده که از همه امور مخفی در آسمان ها و زمین آگاه است. او بسیار آمرزنده و مهربان است. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. کافران گفتند برای این پیامبر چه اتفاقی افتاده که دچار خیال پردازی شده است در حالی که غذا می‌خورد و برای امرار معاش در بازارها راه می‌رود. پیامبر که نباید چنین باشد. چرا بر او فرشته‌ای نازل نشده تا همراه او هشدار دهد؟ او یلقا الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا چرا گنجی از آسمان بر او افکنده نشده، یا چرا باغی ندارد که از محصولات آن بخورد
و دیگر محتاج کار کردن نباشد. و ستمکاران گفتند شما فقط از مردی جادو زده پیروی می کنید. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ببین چه سخنانی درباره‌ات میگویند و به همین سبب گمراه شدند، به طوری که توان پیدا کردن هیچ راهی را به سوی حق ندارند. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بس بزرگ و بلند مرتبه است کسی که اگر بخواهد بهتر از آن را در دنیا برای تو قرار می دهد، باغ‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است و برایت قصرهایی با شکوه قرار می دهد. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. علاوه بر این قیامت را نیز دروغ شمردند و برای کسانی که قیامت را دروغ شمارند آتشی شعله‌ور آماده کرده ایم. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. هنگامی که دوزخ آنان را از فاصله دور ببیند فریادی خشمالود و نعره‌ای سهمگین از آن میشنوند. و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. و زمانی که در جایی تنگ از آتش انداخته شوند، در حالی که دست و پاهایشان با غل و زنجیر به شدت به هم بسته شده است، آنجا مرگ خود را طلب می کنند. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ولی به آنان گفته می شود امروز یک بار مرگ خود را نخواهید، بلکه بسیار درخواست مرگ کنید. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاودان که به پرهیزکاران وعده داده شده است، بهشتی که پاداش و فرجام آنان است. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. در حالی که هرچه بخواهند در آنجا دارند و همیشه در آن خواهند ماند. این وعده‌ای بر عهده پروردگارت است که توسط پرهیزکاران از او خواسته می شود. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. روزی را یاد کن که کافران به آنچه را که غیر از خدا می پرستیدند جمع می کند و می‌فرماید آیا شما این بندگانم را گمراه کردید یا خودشان راه حق را گم کردند؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. عرض می کنند تو را از هر عیب و نقصی بسیار منزه می دانیم. برای ما
صحیح و شایسته نبوده است که غیر از تو سرپرستانی انتخاب کنیم، چه رسد به این که خود را معبود آنان بخوانیم. ولی حقیقت این است که آنان و اجداد و نیاکانشان را از نعمتها برخوردار کردی تا اینکه یاد تو را با سرمستی و غرور فراموش کردند، زیرا به سبب هوسرانیشان افرادی نابود شده بودند. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. آری، شما را در مورد این سخنتان دروغگو شمردند و آن را انکار کردند. در نتیجه نه می توانید عذاب را دفع کنید و نه خود را یاری رسانید. هر کس از شما که در دنیا ستم کند عذابی بزرگ به او می چشانیم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنان نیز حتما غذا می‌خوردند و در بازارها برای امرار معاش راه می‌رفتند و برخی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار دادیم تا روشن شود آیا صبر می‌کنید یا نه. در همه حال پروردگار تو بیناست. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کسانی که انتظار روبرو شدن با ما را ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم؟ به راستی خودشان را بسیار بزرگ شمردند و مرتکب سرپیچی و طغیان بزرگی شدند. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. روزی که فرشتگان را ببینند آن روز گناهکاران هیچ بشارتی نخواهند داشت و با ترس و هراس میگویند خدایا به ما امان ده و عذاب را از ما دفع کن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما سراغ تک تک کارهایشان می رویم، پس آن را همچون غباری پراکنده پست و بی ارزش می کنیم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جایگاه بهشتیان در آن روز بهترین جایگاه و استراحتگاهشان نیکوترین استراحتگاه است. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا. روزی را یاد کن که آسمان در حالی که ابری است شکافته می شود و بیگمان فرشتگان نازل می شوند. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. در آن روز آشکار می شود که فرمان روایی ثابت و بیزوال برای خدای رحمان است و بر کافران روزی سخت خواهد بود.
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی را یاد کن که شخص ستمکار از روی حسرت و پشیمانی دو دست خیش را می گزد و این در حالی است که می گوید ای کاش همراه پیامبر راهی به سوی حق بر می گزیدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای وای کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. پس از آن که یاد خدا و رهنمودهای او نزد من آمد مرا از پیروی از آنها منحرف کرد و برگرداند. آری شیطان بسیار انسان را گمراه می کند و در وادی هلاکت وا می گذارد. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و در آن روز پیامبر عرض می کند پروردگارا قوم من این قرآن را متروک گذاشتند و رها کردند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. این چنین برای تمام پیامبران دشمنانی از گناهکاران قرار دادیم و تو ای پیامبر ترس به خود راه مده، زیرا کافی است پروردگارت راهنما و یاور تو باشد. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. کافران گفتند چرا قرآن یک باره بر او نازل نشده است؟ بدین سان قرآن را به تدریج نازل کردیم و آن را قطعاً آرام و شمرده بر تو خواندیم تا دلت را با آن محکم و استوار کردیم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. برای تخریب مأموریت تو هیچ توصیفی نمی آورند مگر اینکه پاسخ حق و بهترین توضیح را برایت می آوریم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کسانی که در قیامت گردآوری شده به سوی جهنم روانه می شوند در حالی که بر صورتهایشان کشیده می شوند ایشان بدترین جایگاه را دارند و گمراه ترین افرادند. ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا. به راستی به موسی کتاب آسمانی دادیم و برادرش هارون را یاورش قرار دادیم که همراه او باشد. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا. و گفتیم نزد قومی که آیات و نشانه های ما را دروغ شمردند بروید. پس آن دو رفتند و فرعونیان تکذیبشان کردند و ما قطعاً آنان را در هم کوبیدیم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. و هنگامی که قوم نوح پیامبران را دروغگو شمردند غرقشان کردیم و آنان را برای مردم نشانه‌ای بزرگ قرار دادیم
و برای ستمکاران عذابی دردناک آماده کردیم. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. و قوم عاد و ثمود و اهالی ساحل رود رس و بسیاری دیگر از مردمان هم عصر را در این فاصله هلاک کردیم. و کلا ضربنا له الامثال و کلا تبرنا تتبیرا. برای هر یک از این اقوام حقایق را بیان کردیم و چون نپذیرفتند به یقین همگی را نابود کردیم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. به راستی از کنار شهری که به طرز بسیار بدی سنگ باران شد گذر کردند. آیا آن را نمی دیدند؟ چنان نیست که ندیده باشند، بلکه به هیچ وجه انتظار زنده شدن مردگان را نداشتند. و اذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا. هنگامی که تو را می‌بینند به جای اندیشه در گفتار تو فقط تو را به مسخره می‌گیرند و می‌گویند آیا این همان کسی است که خدا به عنوان پیامبر فرستاده است؟ این کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبیلا. اگر بر عبادت خدایانمان ایستادگی نمی کردیم چیزی نمانده بود که ما را از پیرویان ها منحرف کند و برگرداند. به زودی هنگامی که عذاب خدا را ببینند خواهند دانست چه کسی گمراه تر است. ارأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا. بگو ببینم آن کسی که خدای خود را هوای نفسش قرار داده است آیا تو حافظ و حامی او هستی؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا. آیا گمان می‌کنی که بیشتر آنان سخن حق را میشنوند یا عقل خود را به کار میگیرند؟ آنان فقط مانند چهارپایانند، بلکه این افراد از چهارپایان گمراه ترند. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا. آیا به آفرینش پروردگارت نگاه نکردی که چگونه در ابتدای روز سایه را می‌گستراند؟ و البته اگر می‌خواست قطعاً سایه را بی حرکت قرار می‌داد و خورشید را نشان دهنده سایه قرار دادیم و با وجود آن سایه معنا پیدا می‌کند. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آنگاه با نزدیک شدن ظهر سایه را همچون پارچه‌ای که شخصی آن را پهن کرده سپس به آرامی به سوی خود جمع می‌کند جمع می‌کنیم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. او کسی است که شب را برایتان پوششی و خواب را وسیله‌ای برای آرامش و استراحت شما قرار داد و روز را زمان پراکنده شدن برای کار و تلاش قرار داد.
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. او کسی است که پیشا پیش باران رحمتش بادها را مژده‌رسان می‌فرستد و از آسمان آبی بسیار پاک و پاک کننده فرو فرستادیم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تا زمینی مرده را به وسیله آن زنده کنیم و با آن بسیاری از چهارپایان و انسانها را که از مخلوقات ما هستند سیراب کردیم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. به راستی باران را در میان آنان از منطقه‌ای به منطقه دیگر گرداندیم تا به یاد لطف و عنایت ما افتند، ولی نتیجه این شد که بیشتر مردم سرپیچی کردند و فقط به ناسپاسی رضایت دادند. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. اگر می‌خواستیم قطعاً در هر شهری هشدار دهنده‌ای برمی‌انگیختیم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بنابراین از کافران اطاعت مکن و با منطق قرآن در مبارزه با آنان بسیار تلاش کن. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او کسی است که آب دو دریا را در مجرایشان به حرکت درآورد. این یکی گوارا و شیرین و آن دیگری شور و تلخ است و بین آن دو مانعی نادیدنی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند، چنان که گویی هر یک به دیگری میگوید کاملا دور باش و نزدیک نیا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او کسی است که از قطره آب بشری را آفرید و تکثیر آن را به صورت دو نوع پیوند فرزندی و دامادی قرار داد. آری همواره پروردگار تو تواناست. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. به جای خدا چیزی را میپرستند که نه به آنان سودی میرساند و نه زیانی، و همواره کافران شیطان را در شرک و معصیت بر ضد پروردگارشان یاری میکنند. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. و تو را فرستادیم در حالی که فقط بشارت دهنده و هشدار دهنده هستی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بگو من برای این رسالت هیچ مزدی از شما نمیخواهم مگر اینکه هر کس بخواهد با پذیرش دعوت من راهی را که به رحمت پروردگارش میرسد انتخاب کند. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. و اگر نپذیرفتند بر آن زنده‌ای که نمی میرد توکل کن و در حالی که او را می ستایی
از هر عیب و نقصی منزه شمار و همین که او از گناهان بندگانش آگاه باشد کافی است. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. همون که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در 6 روز آفرید، آنگاه بر تخت فرمانروایی جهان مستقر شد و شروع به حکمرانی کرد. او رحمان است، بنابراین از او که آگاه است حقیقت را بپرس. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجیر. هنگامی که با آنان گفته شود به خدای رحمان سجده کنید، میگویند رحمان دیگر چیست؟ آیا به چیزی که به ما دستور میدهی سجده کنیم؟ و دعوت تو بر دوری و گریزشان از حق می‌افزاید. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بس بزرگ و بلند مرتبه است کسی که برج‌هایی در آسمان قرار داد و در آنها چراغی فروزان و ماهی تابان قرار داد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. او کسی است که شب و روز را پی در پی هم قرار داد برای شخصی که بخواهد خدا و نعمتهایش را به یاد آورد یا بخواهد شکرگزاری کند. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خاص خدای رحمان کسانی هستند که با آرامش و تواضع بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان به ناروا به آنان خطاب کنند به جای عکس العمل زشت و تند سخنی مسالمت آمیز میگویند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. همانان که شب را در حال سجده و قیام برای پروردگارشان به صبح میرسانند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. همانان که میگویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما برگردان، چرا که عذابش سخت و همیشگی است. إنها ساءت مستقرا و مقاما. آن قرارگاه و اقامتگاه بدی است. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. همانان که چون برای هر کاری هزینه می کنند نه زیاده روی می کنند و نه سخت می گیرند و روش خرج کردنشان حد وسطی بین این دو راه است.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. همانان که در کنار الله معبود دیگری را نمی پرستند و کسانی را که خدا کشتنش را حرام کرده نمی کشند مگر اینکه کشتن او کاملا حق باشد و همچنین زنا نمی کنند. هر کس چنین کند با کیفری سخت مواجه خواهد شد. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. روز قیامت عذاب برایش دوچندان می شود و برای همیشه خار و ذلیل در آن خواهد ماند. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کار نیکو انجام دهند که در نتیجه آن خدا بدیهایشان را به خوبیها تبدیل می کند، چه اینکه خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. و هر کس توبه کند و کار نیکو انجام دهد حقیقتاً به درگاه خدا توبه کرده است. والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. همانان که در مجالس لهو و گناه حاضر نمی شوند و هنگامی که از کنار افرادی که اهل سخنان زشت و بیهوده هستند می گذرند با بزرگواری و بی‌اعتنایی عبور می کنند. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. همانان که چون به آیات و نشانه های پروردگارشان یادآوری می شوند همچون افراد کر و کور با آن برخورد نمی کنند بلکه با گوش شنوا و چشم بصیرت به آن دل می دهند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. همانان که می گویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان افرادی که مایه روشنی چشمهایمان شوند به ما ببخش و ما را پیشوایی برای افراد با تقوا قرار ده. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. آنان به سبب صبوریشان آن درجه بالای بهشت را پاداش میگیرند و در آنجا با درودی بزرگ و سلامت و امنیتی کامل مواجه می شوند. خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما. همیشه در آن خواهند ماند. چه قرارگاه و اقامتگاه خوبی است. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بگو اگر دعا و عبادت شما نباشد پروردگارم به شما اعتنایی نمی کند، ولی شما پس از این اعلام تکذیب کردید، بنابراین به زودی کیفر تکذیبتان دامنگیر شما خواهد شد.